یک پناهجوی تاجیک که از دین اسلام رو تافته آتئیست شده است ادعا دارد که مقامات مالزیا میخواهند با وجود تهدید خطر به جانش او را به تاجیکستان بازپس فرستند. ادریس شریپوفی 28 ساله از ناحیه حصار میگوید بعد آنکه از دین رو گرداند مقامات ملیسا و امنیت در تاجیکستان او را به جاسوسی متهم کرده عذابش دادند. از این رو کشور را ترک کرد و حالا در مالزیا است. درباره پرونده ادریس شریپوف قبل از برنامه صحبتی داشتم با همکارم طاهری سفر و نخست جزئیات قضیه را پرسیدم. ادریس شریپوف در یوتیوب یک کانال دارد و دین اسلام و حکومت تاجیکستان را با لحن بسیار تند و آلوده به دشنام هم تنقید میکند. او روز 15 میلیون به رادیو آزادی گفت محض به سبب بیدین یا دهری بودنش سفارت تاجیکستان در مالزیا به او پاسپورت نداده است و از این سبب سرسان و سرگردان مانده است. پاسپورت و تاجیکستان را مراجعت کردم. پاسپورت و تاجیکستان در مالزیا مرا گفتن که شید گفتن میتونم اول زنگ زدم بعد رفتم بعد همون بعضشون اومد سیسو مرا گفت که یک هفته پس بیا گفت یک هفته پس اومدم مرا گفت که یک ماه پس ما تاجیکستان درخواست روی کایگیم گفت جواب نیومده ولی گفت بعد ما در همجا چندین نفر را دیدم او در همجا پاسپورت گرفتگان در موبایل 14 روز گرفتگان اما را پاسپورت ندادم. من یگون روز است نیستم یگون ادام نکشتم یگون جنایت کردم برو اومدم مای تاجیکستان. بعد آخر دا مرا زایولین نایسته ولایت مالزیا خواستن که مرا تاجیکستان دپورت کنن. بله، رادیو آزادی به سفارت تاجیکستان در مالزیا و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مراجعت کرده منتظر پاسخ آنها. سوال دیگر از همکارم این بود که چرا ادریس شریپوف فکر میکند که او را محض برای عقیده هایش و یا دهری شدنش تعقیب دارند و یا ممکن است بعد اخراج به تاجیکستان عذابش دهند؟ ادریس شریپوف در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد یک ماجرای علوی برای میراث پدر اول سخت مذهبی شد ولی بعدا از دین اسلام کاملا رو تافت و از همان زمان در تاجیکستان به دردسر گرفتار شده است. او گفت که بعد از آن که از دین اسلام رو تافت خویشاوندانش هم از او رو گرداندند و گویا یکی از برادرانش به ماموران ملیسا خبر داده است که برادرش بدین شده است. ادریس شریپوف را ماه اوگوست سال 2021 زندانی کردند چون در صف ارتش بوده است و هنگام مناقشه مرزی با قرقیزستان از رفتن به جنگ سرپیچی کرده است. سال 2020 جون آیدین برو اومدم بعد خونه участковый اومد مرا عدلم بردن گفتم برای تو را کی گپ یاد برای چی اتیستی تو مسا در کور کیستی امنیت نه فقط برای بردن زدنم مقصد شکنجه دادن امنیت هم شکنجه دادن مقصد بعد نشید سال 2021 تاجیکستان برو اومدم. بعد ترک تاجیکستان جوان تاجیک از یک کشور به کشور دیگر از جمله از ازبکستان به قزاقستان سپس هند و چندی از کشورهای عربی رفته سال 2024 به مالزیا رسیده است. بیشتر از یک سال زندگیش را در فرودگاه کوالالامپور سپری کرده و آخر سال 2025 از آنجا بیرون آمده است. ادریس شریپوف این زمان شناسنامه ندارد و کمیسریت عالی پناهندگان سازمان ملل عریضه او برای مقام پناهجو را بررسی میکند. ادریس شریپوف به رادیو آزادی گفت محض همین عریضه مانع شد تا ماه می گذشته ماموران خدمات مهاجرتی مالزیا او را به تاجیکستان بازپس نفرستند. جوان تاجیک حالا امیدوار است که به عریضه‌اش پاسخ مثبت میگیرد ولی در مالزیا نمیماند چون به قول او مناسبت با مردم دهری در آنجا بد است. میگوید این زمان جایی ندارد و اینجا و آنجا یا در کوچه میخوابد. من از همین کشورهای لیدرهای دموکراتی از همین ارگانیزاسیا ای ژورنالیستو ای سیمی همین خواهش میکنم که مرا همین دولت مالزیا باگون کشوری مثل اروپا مثل استرالیا که جای نباشه همین مرا گیرنده همینجا که در اینجا حیات من در خوف مثل حکومت مالزیا مرا همچون اگنت مساد سریو برآوردگی مثل در اینجا هر یک دقیقه من با ترس گذشته است. روز دیگه تشکر از همکارم طاهری سفر برای این شرح جالب. قصه ادریس شریپوف رو در سامانه رادیو آزادی پیگیری کنید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن، فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.